درود خدمت مردم ایران زمین. امیدوارم که هر جای دنیا که هستید حالتون خوب باشه. من مهدی هستم از چنل فادری ایمر و امروز اومدم که اولین ویدیوی این چنل رو آپلود کنم. خب همونجور که از تامنیل ویدیو مشخص هست، امروز اومدیم سراغ بازیایی که کرک نشدن اما میخوایم اونا رو رایگان بازی کنیم. خب از اونجایی که لانچرهای ایرانی وارد کار شدن، یه چند تا لانچر هستن که حالا همشون رو معرفی میکنیم تو طول ویدیو، و بازیایی مثل دد اسپیس یا بازیایی که کرک نشدن یا حالا کرک شدن و میخوان شما پلیشون بدین و توی یه لانچر مانند داشته باشینش که حالا هر وقت که ویندوز خواستید عوض کنید که آقا یه دفعه سیواتون پرید، میخواید آقا کل ویندوز اصلا فرمت کنه، اصلا میخواید سیواتون یه جای نگه دارید، خب این لانچر مثلا اون اکانتی که دارید رو بزنید داخلش، دیگه دقیقا انگار همون استیم خودمون، انگار همون استیم، اپیک گیم، یوپلی و خیلی از لانچرهای دیگه دقیقا عین همون هست، منتها فرق این که گیم‌های کرکی داخلش هست. خب اولین خوبیت این لانچر چی هست؟ بذارید من براتون آیکونشو باز کنم. این داخل پیشخانش کلی گیم داخلش هست، کامل نیست، کلی گیم داخلش هست، اما یه داستان داره. بعضی از بازی‌ها پولی هستن، بعضی از بازی‌ها مثلا مثل فیفا 25 و فیفا 24ش پولی هستن. اینو به عنوان مثال میگم. خیلی بازی‌های زیرنویس شده داره، خیلی بازی‌ها رو مثلا شما میتونید اینجا داشته باشید که حالا هی برید داخل از اونور دانلود منیجر یا حالا هر چیز دیگه ای که شما فکرشو بکنید هی بخواید پارت دانلود بکنید، یا حالا خلاصه مشکلات زیادی که این مثلا یه دکمه رو میزنید راحت دانلود میکنه برای خودش. اکانت همه چیتون هم میتونید بزنید، پروفایل میتونید واگذار کنید، یه پنل کاربری خیلی خوب داره و مثل بازی مثل نت فور اسپید آن باند، سایلنت هیل و خیلی بازی کاملی داخلش هست که میتونید اونا رو دانلود بکنید و همونجور که میبینید صفحه های خیلی زیادی هست که گیم ها رو داخلش هستن و این داستان. بعضی از گیم هاش پولی هستن و عرضم به حضورتون که خب به نظر من یه خوبی که این داره میتونه چی باشه؟ اون خوبیه میتونه این باشه که شما مثلا یه گیم رو میخواید، خب خیلی سایت ها هستن که گیم ها رو به صورت اشتراکی آفلاین میفروشن، اکانت ها و سدیکی های اشتراکی میفروشن. شما میتونید برید اون گیم رو داخل اکانت بزنید و کاملا به صورت قانونی دانلودش کنید و اونو پلی بدید، ولی خب خیلی دنگ و فنگ های زیادی داره این کار. دد اسپیس یکی ریمیک رو شما موقعی که میخوای این اکانت اشتراکی رو بخری و انجامش بدی این حرکت رو، باید روی یوزری که شما دارید باید کل آی پی ای ای پلی رو بلاک کنی و خب شما اگر یه بازی آنلاین چیزی داشته باشید و بخواید اونو پلی بدید، مثلا بتلفیلد یا حالا خیلی از بازی دیگه نمیتونید کلا اونو پلی بدید و کلا باید بذارید کنار تا حالا هر موقع که خواستید اونو پلی بدید باز دوباره بیاین سراغش. ولی اینجا اومده این حرکت رو خیلی ساده انجام بده. مثلا شما میرید دانلود میکنید بازی میکنید، مثل دد اسپیس ریمیک که دارمش، راحت میرید داخلش، دیلاکس هم هست، آخرین نسخهشه، میرید داخلش و اصلا هیچ مشکلی نداره، هیچ اتفاقی نمیخواد چیزی رو بلاک کنید، نمیخواد یوزر جدید ویندوز بسازید و راحت میرید داخلش، دکمه دانلود میزنید و خلاص. یه راه راحت خیلی ساده هست که میتونید این حرکت رو انجام بدید. و در مرحله بعد، آره، در کلیت داستان میخوام بهتون بگم خیلی دنگ و فنگ داره. یه دفعه اصلا کلا آی پی ای ای میرزه به هم و اصلا با هیچ نوع اینترنت دیگه ای ای تون بالا نمیاد. فقط باید ویندوز عوض کنیم اون موقع که این درست بشه. و حالا من حالا خیلی تکنیکیش نمیگم، شاید اصلا راهی هم باشه که نباشه، راهی هم باشه که نباشه، بله سعی میکنم راهی هم باشه که این درست بشه و خب من نمیدونم، ولی خب یه راه خیلی راحت ساده سرچ میکنی که جیباز، اسم این لانچری که ما داریم اسمش جیبازه و میره داخل سایتش رو خیلی راحت همین شوکه، فقط یه خورده دیگه طبق معمول سرعت ها پایینه و دانلودش میکنی. این فکر میکنم حدود 100 خورده میگ 200 مگ این چیزا باشه لانچر و یه اکانت راحت داخلش میسازید و یه سری آموزش هم داخل خودش مثل که هست و آره دیگه، خلاصه اینو دانلود میکنید و به همین راحتی. حالا لانچرهای ایرانی هم که سرچ بکنید لانچرهای ایرانی، یه لانچری مثل گیم آپ براتون میاد و
اونم لانچر خوبیه، گیم‌های آنلاین هم داخلش هست و همه بر حکمرانی بجا. بله شما تو این بخش که بیاین سرچ بکنید لانچرهای ایرانی، این لانچر براتون میاد. این که جیباز بود که نشونتون دادم و حالا نرید دریوری ببینید چون بعضی از بازیاش پولیه و خب به نظرم ارزش خرید بیشتری نسبت به اون سیدی که یه اشتراکی داره، چون دنگ و فنگیشو نداره. شما مثلا اگه اینو بخرید باز دنگ و فنگ کمتری دارید نسبت به اون که بخواید برید سیدی که اشتراکی رو بخرید و لانچ بکنید و دیتا دانلود کنید. اینجوریه. از این گیم اپ هم لانچر خوبیه، اینم میتونید ازش استفاده کنید و به نظر من اینم لانچر خیلی خوبی میتونه باشه. گیم های بیشتری فکر کنم نسبت به اون داخلش هست، ولی خب گیم هایی که داخل جیباز هست هم خوبه، باز حالا اونا هم خوبه. مثلا کانتر 1 و 6 اصلا آنلاین داره رایگان گذاشته، میتونید پلی بدید. کال آف 6 مثلا ماینکرافت هم که دیگه از تی لانچر به نظر من همون دانلودش کنید بهتره، ولی خب در کل گیم های موبایل هم گذاشته و میتونید پلی بدید زولا. و کلا گیم ها زیادی هست و فکرم نمی کنم و یه موقع حذفیات چیز داخلشون یه هم چیز داخلشون نیست حذفیات داشته باشه گیماشون، یا نمیشه اصلا هزینه اون کار انجام دادن خودش یه سایت جداگونه میشه باش اوکی بکنه. و Yeah, man, I think they're just beautiful because you've got good brains. و بتونید استفاده بکنید از این داستان و امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. و خانواده‌تون هر جا که هستید امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگر دوست داشتید حتما چنل من رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید. بزرگترین حمایتی که شما میتونید بکنید از من همین هست و همین. مرسی که تا اینجا ویدیو با ما بودید. امیدوارم که سالم و سرخوش باشید و بهترین براتون آرزو میکنم. با اجازهتون فعلا.